خب شاگردای عزیز، سوالات مربوط به انتگرال های تابع نمایی رو استاد حل کردیم. خیلی ساده بود، بسیار ساده بود. حالا رسیدیم به انتگرال های تابع لوگاریتمی و تابعی که شامل لن هست. درسته؟ خب داریم سوالی از دایکندی سال 98 هست. گفته اگر a خلاف 1 و بزرگ 0 باشد پس انتگرال لوگاریتم x به قاعده a dx مساوی است به کدام یک از 4 گزینه‌ها؟ خب این انتگرال لوگاریتمی است. استاد انتگرال لوگاریتمی جوابش میشه لوگاریتم. انتگرال لوگاریتم x به قاعده a dx جواب یک انتگرال لوگاریتمی پس میشه خود لوگاریتم. خیلی عالی. میشه لوگاریتم منتها x استاد تقسیم بر ای. لوگاریتم x یک تقسیم بر ای هم میاد داخل قیمت مطلقه. قاعده خب قاعده خودش هست. یک x هم باید از چیکار کنیم؟ ضرب کنیم. x تا لوگاریتم x بر ای به قاعده a جمع c. این فرمول شاگردا باید حتما ازبر کنن. باید مکانیک کنن. این فرمول خود فرمول سوال آمده. درست شد؟ پس انتگرال لوگاریتم x به قاعده a dx میشه خود لوگاریتم منتها x تقسیم بر ای به قاعده a. یک x هم باید از او ضرب شه. میخوایم این رقم بگم که بله انتگرال تابع لوگاریتمی برابر است به عدد لوگاریتم بله ضرب در درسته؟ عدد لوگاریتم ضرب در درسته؟ لوگاریتم عدد لوگاریتمی تقسیم بر ای به قاعده خودش. خیلی عالی، خیلی عالی. جناب خاوری، سوال دیگری که مربوط به ولایت دایکندی بوده. دایکندی هست. این هم انتگرال تابع لوگاریتمی است. شبیه هم است ولی لوگاریتم در مخرج. بله. خب چیکار کنیم من بایزی؟ استاد انتگرال لوگاریتمی هست. پیشتر یک نمونه انتگرال لوگاریتمی رو کار کردیم دیگه. انتگرال لوگاریتمی جوابش میشه خودش لوگاریتم. منتها به شرطی که لوگاریتم در صورت باشه نه؟ این لوگاریتم اومده در مخرج. خب هیچ گپی نیست. لوگاریتم از مخرج دوباره بیاره میشه در صورت. وقتی به در صورت جای عدد و قاعده‌شی تبدیل میشه. پس انتگرال dx هست در صورت. در مخرج ما چی داریم استاد؟ لوگاریتم 7 به قاعده x. خیلی عالی. خب لوگاریتم از مخرج برای در صورت جای x و جای 7 چی میشه؟ تبدیل میشه لوگاریتم x به قاعده 7 dx. حالا شاگردای لوگاریتم و انتگرالش راحت میتونین بگیرین دیگه. انتگرال یک تابع لوگاریتمی میشه خود لوگاریتم x منتها تقسیم بر چی استاد؟ تقسیم بر ای. قاعدهش خب فرقی نمیکنه 7. قبلش چیکار کنیم؟ عدد لوگاریتمی. آفرین، قبلش عدد لوگاریتمی یک x ضرب جمع c. خب پس گزینه درست این نمیتونه باشه این؟ نه گزینه چهارم. x تا لوگاریتم x بر ای به قاعده 7 جمع c. به راحتی محاسبه شده لوگاریتم. سوالی که داریم استاد مربوط به ولایت کندهار است. بله. گفته انتگرال لن 5x dx برابر است به یک نوع تابع لوگاریتمی هست. بله منتها حالت خاص لن هست. تابعی که شامل لن هست، برای انتگرال گیری تابعی که شامل لن هست اول باید لن ساده کنیم استاد. ساده کنیم، از ساده شدهش انتگرال بگیریم. این روش معمولی هست، باز روش کنکوریشی را خواهیم گفت. لن 5 تا x 5 و x در حالت چی هست؟ ضرب. پس اگر عدد لوگاریتم به حالت ضرب باشه، لوگاریتم برای هر کدام جدا اختصاص پیدا میکنه به حالت جمع. پس اگر حل کنیم این سوال میشه لن 5 تا x استاد. 5 تا x dx لن برای 5 جدا برای x جدا بگیریم میشه انتگرال لن 5 جمع لن x dx. درست استاد؟ بله. خب این برابر میشه به انتگرال لن 5 تا x لن 5 dx جمع انتگرال لن x dx. قبول استاد؟ خب لن 5 یک عدد ثابته بیرون از انتگرال dx x ضرب لن 5 پس برابر شد با x تا لن 5 جمع انتگرال لن x شاگردا باید بلد باشه. یعنی x لن x منفی x جمع c. درست شد؟ انتگرال پس لن x میشه x تا لن x منفی x جمع c.
این انتگرال از همون x بر ای که بود، x بر ای بود به قاعده ای. قاعده ای خود لازم نیسته، x بر ای که خلاصه پیش بریم میشه x تا لن x منفی x جمع c. خب این 3 تا حد استاد چی مشترک داره؟ x از یک xش فاکتور بگیریم. x اگر فاکتور بگیریم مشلن میشه لن 5 بله جمع لن x منفی 1 بیرون هم جمع c. بین این دو تا لن چی آمده استاد؟ جمع. تبدیلش کنیم به ضرب. پس این برابر میشه با x تا لن 5 ضرب x 5x منفی 1 جمع c. جا پیدا شد. درست استاد؟ گزینه چهارم هست. گزینه چهارم درست. گزینه چهارم x لن 5x منفی 1 جمع c. این گزینه درست هست. این روش معمولی بود استاد. ولی روش کانکوریش رو شما گوش کنید. اگر داشته باشیم لن انتگرال لن 5 تا x dx. درسته استاد؟ بله. خب انتگرال لن 5 تا x dx میشه خود x. یک x میگیریم پشت قوس. قوس باز لن خودی هم چیزی که آمده منفی 1. لن 5 تا x منفی 1 داخل قوس میگیریم یک x پشت قوس. جمع c. درست شد؟ استاد اگه لن 6x باشه چیکار میکنیم؟ خب میگیریم x ضرب لن 6x منفی 1. اگه لن 10x باشه x لن 10x منفی 1. بسیار خیلی عالی. استاد سوالی که داریم اکادمی نظامی سال 96 بودن. نظامی. گفتن انتگرال لن جذر 5x به توان 4 dx برابر به چی میشه؟ برابر به کدام یک از گزینه‌ها؟ یک کمکی نسبت به سوالای قبلی فرق داره. بله یکم فرق داره. پیش روی لن تابع عدد لگاریتم تحت جذر استاد. عدد لگاریتم تحت جذر. این از حالت جذری خارج کنیم به شکل توان کسری. توان کسری رو بریم پشت سر ضریب ببریم از انتگرال بیرون کنیم. درسته؟ خیلی عالی. این میشه انتگرال لن جذر پنجم x به توان 4 dx. این انتگرال میخوایم محاسبه کنیم. خب انتگرال شامل لن باید اول ساده شه و بعد انتگرال گرفته شه. از حالت جذری خارج کنیم عدد لگاریتم میشه لن x به توان چند استاد؟ 4 بر 5 4 بر 5 dx. خب عدد لگاریتم توان داره. توان پشت سر لگاریتم به حیث ضریب قرار میده. بخی خارج کنیم یک دفعه خارج کنیم گپی نیست. یک دفعه اگر خارج کنیم خوب میشه. برابر میشه به 4 بر 5 آمد پشت سر لگاریتم به حیث ضریب از انتگرال رفت بیرون شد 4 بر 5 انتگرال لن x dx. خب دیگه انتگرال لن هست استاد 4 بر 5 ضریب هستن. 4 بر 5 ضریب بگیریم. انتگرال لن x میشه خود x قوس باز لن x منفی 1 جمع c. یک دونه x اینجا داشتیم مشترک گرفتیم درست شد. خب پس 4 بر 5 x لن x منفی 1. 4 بر 5 نداریم 4 بر 5 x لن x منفی 1 جمع c. اینا قیمت مطلق گرفتیم به خاطر اینکه بزرگ است. آره به خاطر اینکه عدد لگاریتم حتما باید مثبت باشه. اگر نگیریم هم مشکل نداره چون شرط شده که عدد لگاریتم حتما باید چی باشه؟ مثبت باشه. ولی اگر داخل قیمت مطلق بگیریم بسیار خوب است. جناب خاوری سوال خیلی جالب داریم مربوط به لوگر سال 98 است. گفته انتگرال لن مربع x مربع dx بر لن مربع x به توان 4 برابر به چیه؟ خب جوابش خیلی طولانی به جز این دویز یکم خوبتر به سه. انتگرال شامل لن هست. شامل لن هست. هم لن توان داره هم عدد لگاریتم توان داره. خب اول باید ساده کنیم. ساده در این قسم ساده میشه که توان خود لگاریتم باید بره روی کل. قوس بگیریم توان بره روی کل. درست شد؟ خب ببینید انتگرال در صورت لن مربع x مربع درسته؟ تقسیم بر مخرج لن مربع x به توان 4 dx. خب ابتدا تنها کاری که میکنیم توان خود لگاریتم میبریم روی کل. پس یک قوس میگیریم میشه لن x مربع کل مربع. توان لن رفت روی کل. حالا توان لن مخرج هم مره روی کل. میشه لن x به توان 4 کل مربع dx. تا اینجا که مشکل نبود. پس توان خود لگاریتم مره روی کل. توان خود لگاریتم.
منتها توان مرحله بعد توان عدد لگاریتم پشت سر به حیث ضریب قرار میگیره. پس این برابر میشه به انتگرال قوس باز توان عدد لگاریتم پشت سر میشه 2 تا لن x کل مربع. مخرج توان عدد لگاریتم پشت سر 4 تا لن x کل مربع dx. درسته استاد؟ خب حالا این توان بالای قوس هم مربوط به ضریب میشه هم مربوط به لن. برای هر کدام جدا جدا اختصاص بدیم. 2 مربع 4 تا قوس باز لن x کل مربع. درسته؟ خب توان 2 هم مربوط به 4 هست هم مربوط به لن. 4 به توان 2 16 تا لن x کل مربع لن x کل مربع dx. درست شد؟ یا قوس از صورت یا قوس از مخرج خلاص. 1 4 4 4 4 16. پس برابر شد به انتگرال 1 بر 4 dx استاد. خیلی ساده شد. خیلی 1 بر 4 dx. 1 بر 4 مورد بیرون ضریب انتگرال dx x. پس میشه 1 بر 4 x. 1 بر 4 x جمع c. جواب دوم پیدا شد.